سلام به همراهان راز شادی. شاد زیستن نقش مهمی در دیدگاه مثبت و موفقیت ما در زندگی دارد. در اینجا قصد داریم به 5 مورد از رازهای شاد زیستن اشاره کنیم. مورد اول، با افراد خوشبین دوست شوید. دوستی با انسانهای مثبت اندیش می تواند الهام بخش ایده های زیادی در زندگیتان باشد. این افراد هم ممکن است مانند همه انسانها نقصها و اشتباهاتی داشته باشند، اما افراد خوشبین از توانایی‌های درونی خود برای مقابله با چالش‌های زندگی استفاده می‌کنند. مورد دوم، مثبت فکر کنید. افکار منفی مخربند. داشتن افکار منفی رفتار شما را نیز تغییر می‌دهد و به مرور بر طرز فکر شما نیز تأثیر منفی می‌گذارد. افرادی که دچار منفی بافی هستند حتی خودشان هم افتادن در این گرداب را باور نمی کنند. گردابی که زندگی را تا مرز نابودی پیش می برد. تنها راه حل این مشکل تفکر مثبت است. مورد سوم، لبخند بزنید. برخی اعتقاد دارند که حتی لبخند زورکی نیز می تواند مانند لبخند واقعی احساس خوبی را منتقل کند. انقباض ماهیچه‌های صورت در هنگام لبخند زدن موجب باز شدن رگ‌های خونی و افزایش اکسیژن رسانی به مغز، سلول‌های بدن و سیستم عصبی می‌شود. لبخند زدن میزان تولید اندروفین در خون را افزایش می‌دهد که موجب خوشبینی بیشتر شما می‌شود. مورد چهارم، بر اتفاقات مثبت پیرامون خود تمرکز کنید. اگر بیشتر اوقات خود را صرف گوش دادن به آهنگ‌های غم‌انگیز می‌کنید یا فقط اخبار حوادث و اتفاقات بد را در روزنامه‌ها دنبال می‌کنید، مطمئن باشید بیشتر اوقات احساس خوبی نخواهید داشت. به جای تمرکز کردن بر اتفاقات و حوادث تلخ، بر اتفاقات شیرین، زیبا و هیجان انگیز زندگیتان تمرکز کنید. مورد پنجم، با طبیعت دوست باشید. حتی یک گردش کوتاه در طبیعت می‌تواند انرژی شما را مضاعف کند. با پای برهنه بر روی سبزه‌ها راه بروید. دست خود را به تنه درختان بکشید. در جنگل نفس عمیق بکشید و به صدای رودخانه و آواز پرندگان گوش کنید. همه این کارها باعث می‌شوند احساس شادی بیشتری داشته باشید. حتی قدم زدن در پارک کوچک نزدیک خانه‌تان هم می‌تواند انرژی‌ها و افکار منفی را از شما دور کند. وقتی احساس شادی کنید می توانید بهتر فکر کنید و محکمتر نیز در مسیر موفقیت گام بردارید. دوستان عزیزم، شما چه رازهای دیگری برای شاد زیستن سراغ دارید؟ لطفاً نظرات خود را در بخش کامنت با ما به اشتراک بگذارید و با عضویت در کانال راز شادی همراه همیشگی ما باشید. با تشکر از همراهی شما.